سلام داملای عزیز، من یکی از شنونده دائمی شما می باشم. ما روز عروسی بودنمان تکی شوهرم جنگی سخت شدم. این مکتوب از جانب خواهر بوده است. شوهرم مرا زد وقتی که من حامله دار بودم. در شکم من به شته زد. من به سوی او شته نبرداشتم، لیکن من شته‌ام را برداشتم به خاطر آنکه شکمم را بپوشانم که شته او به من نرسد. اما شته من به شوهرم رسید. داملای عزیز، بگوید من گناهکارم در نزد خدای تعالی.